اشفعی لنا خواهر حضرت رضا. عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. خانم خدا من و شما رو به هم معرفی کنه تو بهشت. یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه. شفاعت کن مرا در بهشت. این شفاعت کن مرا در بهشت یه لطافتی داره خیلی مهمه. چون شما اول زیارت به خانم گفتی چی؟ عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. خانم خدا من و شما رو به هم معرفی کنه تو بهشت. پس اگه کسی باید معرفی بشه به حضرت معصوم باید تا کجا برسونه خودشو؟ تا حضرت معصومه برسه دیگه که معرفی بشه. دستش باید برسه به حضرت معصومه، رو در رو بشه بگن این خانم معصوم است. صحنه قشنگ و با شکوهی هم هست لحظه روبرو شدن ما با این بانوی بزرگ. صحنه خوبیه معرفی شدن ما به ایشون. داره بارون میباره تو صحن صاحب زمان، میرسه سمت حجاز خواهر خورشید جهان. گل میارن مردمش، بوی سپند و عود میاد، هر کسی با یه شاخ گل با شادی و سرور میاد. بگید فرشته ها بیان اینجا ستاره بارونه، این بانوی مجلله دختر نجم خاتونه. تو سفره کرامتش شاه و گدا محترمن، فرشته ها و انس و جن ریز خوره این حرمن. اینجا اینو میخوای اونجا میگی منو تو بهشت شفاعت کن. یه موقع میگی تو آخرت شفاعت کن، یعنی مثلا اونجا من الان جهنمی باشم گیر باشم میخوام برم جهنم شفاعتم کن نجاتم بده. ولی یه موقع تو میگی منو کجا شفاعت کن؟ در بهشت شفاعتم. یعنی ما تو بهشت هم باید بریم بالا دیگه. شفاعت احتیاج داریم، یعنی باید یه کسی بیاد دست ما رو از یه مقامی بگیره به یه مقام دیگه ببره. چون تو پیش خدا یک شأنی از احترام و عظمت و مقبولیت رو داری. چقدر؟ انقدر که امام صادق علیه السلام فرمود اگر دخترم فاطمه همه اهل محشر رو بخواد شفاعت کنه خدا میپذیره ازش. واسه زیارتش میگن بهشت و جنت خداست، دستگره کرب و بلا دست برادرش رضاست. تو این روزا برای ما دعا کن ای حضرت ما، دعا بکن تا که بیاد مهدی فاطمه زرا. شما باید یاری کنین تو این روزا برای ما. خدا تو شفاعتی یعنی چی؟ یعنی از قبل وجود این خانم میلیون ها انسان نجات پیدا میکنن. خب حالا به زندگی حضرت معصومه نگاه کنید ببینید اتفاق افتاده تو زندگیشون یا نیفتاده. ما الان 10 ها میلیون شیعه هستیم به برکت علمایی که کنار حضرت معصومه تربیت شدن. انقلاب اسلامی رو داریم. 10 ها میلیون انسان به برکت این انقلاب مسلمان شدن، شیعه شدن، دارن هم میشن هنوز. رزقهای ما دست خانم خیلی زیاده ولی نمیریم بگیریم. مشکلمون اینه چون رابطه هم باشون صمیمی نیست. دلم میگیره که شبا سر میذارم تو حرمش، شبیه سائلی غریب منتظرم بر کرمش. تو سفره کرامتش شاه و گدا محترمن، فرشته ها و انس و جن ریز خوره این حرمن. به ظهور قدمش شده حریم اهل بیت، کریمه آل عبا مثل کریم اهل بیت. به ظهور قدمش شده حریم اهل بیت، کریمه آل عبا مثل کریم اهل بیت. فاطمه
اشفعي لنا